البته امروز هم اومدیم تا دو آپارتمان VIP بسیار مقبول براتون معرفی کنم. ماشاءالله افته و دوستا میبینین دیگه، نام خدا در تصویر خودتان میبینین که فعلا تقریبا دیگر است، ولی هنوز هم این آپارتمان آفتاب رخ است، آفتاب داره. قسمتم که است دیکور شده به خاطر تلویزیون که اما تلویزیون اینجا مثلا نصب میکنن، بسیار مقبول معلوم میشه. مقبول و قندول برتن بگویم، گرداق خواب برش گفته میکنیم. نسبتا خودترک است ولی متوسط است دیگه. سیستم دیگه داره که مثل فنگر است، شما میتونید که ببینید. این قسمت ها میبینید لایتینگش از اینجا خاموش رو روشن میشه. آشپزخانه است، آشپزخانه که دیگه متوسط کوچک با تمام لوازمش، الماری های بسیار مقبول به رنگ طلایی و سیاه و سفید. یک اتاق کلان، یک اتاق که دیکور بسیار مقبول شده، شما در تصویر میبینید دیکور و رایزکاری که در قسمت چت شده مقبول و کلیکینه که به طرف خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت تمامی شما بیننده عزیز، انشالله که هر کجای دنیا هستین خوب و صحتمند و سرحال باشین و چینل خودتان پنجره افغانستان بیننده باشین. باز هم در خدمتتان قرار گرفتیم با برنامه جدید. البته امروز هم اومدیم تا دو آپارتمان VIP بسیار مقبول براتون معرفی کنم. البته دوستای عزیزی که در کجا موقعیت داره و مشخصاتش بیننده برنامه ما باشین و همچنان موضوع بسیار مهم قیمت آپارتمان است. لایک سابسکرایب فراموش نکنین عزیزان. منتظر کامنت هایتون درباره دو آپارتمان زیبا هستم. ما هم صحبت ها رو می داشته باشم. این آپارتمان مقبول براتون معرفی میکنم دیگه. عزیزای دل، من میخوایم از اتاقا شروع کنم که براتون این آپارتمان رو از اتاقا شروع کنم که 3 اتاق داره، یک تشناب و یک آشپزخانه. ماشاءالله افته و دوستا میبینین دیگه، نام خدا در تصویر خودتان میبینین که فعلا تقریبا دیگر است، ولی هنوز هم این آپارتمان آفتاب رخ است، آفتاب داره و به خاطر زمستان بسیار خوب است. در کل بدون زمستان آفتاب بسیار یک نیاز مبرم زندگی ما می باشه که باید باشه، چون بسیاری امراض را دوا میکنه. اتاقی که فعلا میبینید عزیزان، اتاق است که یک کلکین داره به طرف بیرون، یک اتاق دلواز آفتاب رخ. همچنان برنده یا بالکون هم است که براتون وصف میکنم، شما ببینید. برنده و بالکون مناسب متوسط به اون اندازه که به خود آپارتمان ساخته شده. پلیتای مرکز گرمی زیبای ترکی می باشه دوستای عزیز. رنگی که استفاده شده بسیار رنگ مقبول و فولادی، یکی از رنگایی است که
آرامش میده به روح روان انسان. رنگ 100% می باشه، یعنی قابل شستشو همچنان است. دیکور دیزاین بسیار مقبول. شما میتونید این اولین اتاق ببینید. دیکور دیزاینش قسمت بالایش همچنان در قسمت سطحش پارکت موکیت ترکیه است. وطندارای خوبم، این قسمت هم که هست دیکور شده به خاطر تلویزیون که اما تلویزیون اینجا مثلا نصب میکنن، بسیار مقبول معلوم میشه. این اتاق هم میتونین به خاطر مهمان خانه هم استفاده کنین، چون نسبتا بزرگتر است از دو اتاق دیگه و دلوازتر هم است. جای تلویزیون هم داره، یک الماری که بسیار منظم، یک جای به خاطر لوازم زینتی یا دوستای عزیز دروازه‌اش است به رنگ سفید. اینا هم دروازه‌های با کیفیت ترکی میباشه. همچنان عزیزا قسم که گفتم 3 اتاق است. میره طرف اتاق دوم که اتاق دوم براتون معرفی کنم. یک اتاق بسیار مقبول و قندول براتون بگویم که اتاق خواب برش گفته میتونیم. نسبتا خردترک است ولی متوسط است دیگه. این اتاق خوبی که داره ای است 2 تا الماری است اینجا دوستای عزیز. الماری که بسیار مهم میباشه در آپارتمان ها. این الماری رو که میبینید عزیزا به خاطر لباس است. قسمت میتونن لباس های خود هموطنای ما بگذارن. قسمت بالایش هم جای داره و این قسمت هم جای داره. دیکور بسیار مقبول شده، رنگ بسیار مقبول. تخته الماریش تخته های کلاس میباشه. الماری دوم بسیار مقبول شیک براتون بگویم، از جمله الماری های شیک است که میبینین. قسمت هم در کل 3 جای به خاطر لباس داره، چون جای کودبند است. این قسمت شما است و اینجا هم که شیشه ای است. اینجا دیگه باز میتونید لباس های مقبول تا نبانین که از پشت شیشه معلوم هم شود. اینه دوستا، این هم الماری دیگهش و قسمت بالایش هم دارم. اینجا باز هم یک جای در نظر گرفته شده برای ما آدمایی که بسیار دیگه دوست دارن خانه خود دیکور و دیزاین زیاد کنن، چیزای زینتی بگذارن و اصطلاح دیگه شوق زیاد دارن. قسمت بالا رو که میبینین دوستا لایتینگ بسیار مقبول، قندیلای بسیار مقبول و شیک کار شدن در چتش و اینجا کلکینش که است به طرف همون برنده است که قبلا براتون در اتاق قبلی گفتم. همچنان این اتاق هم پارکت موکیت ترکی داره است دیگه. پلیت مرکز گرمی همچنان است. یک کلکینک خردترک هم با اون قسمت داره. دوستان اینجا دالیز است. دالیز هم بسیار منظم، اندازه منظم و متوسط داره. سطحش شما میبینید تمامش تخته است. همچنان قسمت که روبروی ما است یک شیشه قدنمای بسیار مقبول دایره‌ای گفته میتونیم برش کار شده با اون زیباییش که زیبایی دالیزه 2 چند و 3 چند ساخته دیگه. جای هم هست اینجا برای تلویزیون. دیکور و دیزاینش خوبیشی است که مچینگ رنگا بسیار مقبول دوستای عزیز اینجا کار شده. شما میبینید مثلا الماری ها که رنگ سفید کار شده همراهشون یک رنگ چوبی یا رنگ نسواری هم کار شده. اینجا باز هم از نمو دیکور داریم. این قسمت ها هم که میبینید عزیزایی کاغذ دیواری نیست، چوب است، همون تخته یا چوب است که از این کار شده. بسیار یک دیکور مقبول برش داده. قسمت های بالایش هم بسیار لایتینگ خوبش داره و همچنان دستشویی یا دشناب قسمت است که براتون بیشتر هم گفتم دربارش. شما میتونید در تصویر ببینید با تمام لوازمش تمامش ترکی است با کیفیت. یعنی از لحاظ لوازم کاملا باید خاطرتان جمع باشه دوستای عزیز، چون وقتی که میگم با کیفیت است همون حقیقتش است. و خاطر که بسیاری هموطنای ما دلشان هراس می داشته باشه که شاید لوازم تشناب یا دستشویی با کیفیت نباشه و زود خراب شود. دیگه دوستا این قسمت هم دیکور بسیار مقبول شده، بر علاوه که اینجا آینه است. الماری بسیار خوبش اینجا هم در نظر گرفته شده که بسیار خوب است الماری در بلاک یا آپارتمان. ولی هموطنا و این قسمت که میبینید دروازه ورودی یا آپارتمان میباشه. همونطور که براتون معرفی کردم قسمت دهلیزه که تشناب بود و قسمت جای تلویزیون بود. دیکور بسیار مقبول که بود. یک چیزی که من متوجه شدم و میاله پیشتر فکرم نشد دوستان، اینجا یک سیستم دیگه داره که مثل فنگر است. شما میتونید که ببینید این قسمت ها میبینید لایتینگش از اینجا خاموش و روشن میشه. بسیار یک سیستم راحت و آسان، یک چیز نو. و همچنان اینجا عزیزا آشپزخانه است.
آشپزخانه که دیگه البته متوسط، کوچک، با تمام لوازمش. الماری های بسیار مقبول به رنگ طلایی و سیاه و سفید که الماریش رنگ سفید داره و دیکور طلایی، قسمت هم گاشیک است طلایی و سیاه کار شده دوستان. این هم داخل الماری هست عزیزان، شما میتونین که ببینید الماریش منظم، الماری عمقدار است که هر قدر لوازم داشته باشه آشپزخانه اینجا جای میشه. از روی قسمت هم که از جای یخچال است که ساکتش هم چنان میباشه، بالایش هم جای داره و این هم دستشوی است که میبینین آبش 24 ساعت آب شیرین. اینجا یک الماری دگان است عزیزا و همچنان کلکینی که داره به طرف بیرون و هواکش رو فعال میباشه عزیزا. این خوش شد آشپزخانه. دیگه قسمت هم میبینین دوستان کلش الماری منظم است، کاشی سنگ مرمر میباشه، دهلیز بسیار مقبول. اتاقا رو که براتون گفتم ولی یک اتاق دیگه مانده، چون این آپارتمانی که من بر شما امروز معرفی میکردم در حدود 3 اتاق است، 1 تشناب و همچنان ببخشید 2 تشناب که 1 تشناب در خود همین اتاق میباشه عزیزای دل که این قسمت است. 3 اتاق 2 تشناب، یک آشپزخانه بسیار منظم یا دستشویی یا تشنابش میباشه که مربوط این همین اتاق است و همچنان با تمام لوازمش با تمام سهولتایش است. دیگه دوستان هم خود اتاق مقبول است، بسیار دیکور زیبا شده، قسمت چت راویزای بسیار مقبول، پارکت موکت ترکی، همچنان جای تلویزیون که در تمام اتاقا و دالیز از این کار شده به خاطر استفاده. همچنان اینجا هم جای است به خاطر وسایل زینتی. این هم الماریکای بسیار مقبول و منظم است عزیزان. یک موضوع دیگه دوستا که من اتاق اولی را که براتون معرفی کردم گفتم که میتونیم مهمانخانه استفاده کنیم. این اتاق هم میتونیم مهمانخانه استفاده کنیم به خاطر اینکه دروازه به دهلیز عمومی این ساختمان داره. بعضی مهمانایی که مثلا میخوایم که از خانه یا از فامیل دورتر باشن، با سر صدا و اینا دور باشن، در این اتاق میتونن که باشن. با دیکور مقبول داره، یعنی مهمان خانه است دیگه دوستان. پلیت مرکز گرمی همچنان داره دیگه عزیزای دل. اتاق است که کاملا از تمام آپارتمان جدا برش گفتم میتونیم، چون تشناب مستقل داره، جای تلویزیون و حتی دروازه جداگانه داره. دیکور بسیار مقبول قسمت چت شما است عزیزان. یک چراغ خواب بسیار مقبول داره، رنگ بسیار مقبول. خلاصه دوستا این آپارتمانی که براتون امروز معرفی کردم در کل زیبایی خودش داشت. بر علاوه از این سهولت‌های دیگه هم داره که موقعیت، قیمت و اسناد اینایش تا آخر بیننده باشین که من آپارتمان بعدی رو براتون معرفی کنم. بعد از در مورد اونها صحبت میکنیم، ما رو همراهی کنیم.
وطندارای خوب مهربانم، باز هم شما را خوش آمدید میگم به برنامه امروز ما. البته در آپارتمان دوم فعلا قرار دارم. نام خدا بسیار یک آپارتمان زیبا و مقبول. اینمی اتاق که من فعلا هستم دوستا، بسیار یک اتاق کلان، یک اتاق که دیکور بسیار مقبول شده که شما در تصویر میبینین. این اتاق دیگه حتی دو اتاق گفته میشه دوستا، چون بسیار مساحت بزرگتر داره. دیکور بسیار مقبول در این قسمت داره. من که اول آمدم اینا فکر کردم شاید کاغذ دیواری باشن، ولی بسیار یک دیکور مقبول از سنگ است که وقت آدم لمس میکنه میگه شاید دستم خاک باشه، ولی تو یک چیز نیست. بسیار امو زیباییش، کلاسیک بودنش بیشتر ساخته. این قسمتش هم تخت است، این قسمت هم تخت است به خاطر جای تلویزیون. دیکور که شما میبینین اینجا امو روکا یا الماریش میباشه. این اتاقی که من فعلا هستم 3 کلکین داره دوستا، که یک کلکینش ای است، کلکینای متوسط است، یک کلکینو قسمت است و یک کلکین دیگه به قسمت روبروی است که هم آفتاب بیشتر از اون قسمت میآید، هم این اتاق دلوازتر ساختم دیگه. این اتاق بیشتر اتاقای مجلسی برش گفته میتونیم که یگان محفلای کوچک، یگان مهمانی ها که باشه، بسیار این اتاق خوب است که همه میمانا میتونن اینجا جایش شون دیگه. دوستان میبینین این قسمت هم فضای بیرون نداره، یا هم کلکینایش است، همچنان برنده هم دمی اتاق است یا بالکن که من داخل برم. ماشاءالله هفته دیگه براتون چی بگویم دوستان، این هفته دیگه دمی فصل سال بسیار خوش آدم میآید. قسمت هم پارکیت است از سبزی مصنوعی که برش میگن، از نمو است دوستای عزیز، که خود داخل اتاق همچنان پارکیت موکیت ترکی داره دوستا، بسیار با رنگ مقبول که خود این پارکیت همراه رنگ دیوالا مچینگ داره، زیباییش زیاد ساخته. لایتینگ که میبینین در قسمت بالا بسیار مقبول، دیکوری که در چت کار شده. واقعا که این آپارتمان هنوز دوستا جای دیگهش مانده، شما ببینین براتون معرفی کنم خوشتون میاد. قسمت که هست دوستای عزیز الماری است که اتاق همچنان الماری داره، بر علاوه از اینکه جای تلویزیون داره الماری هم داره که این هم جای الماریش است به خاطر لباس ها. همچنان این قسمت این الماری ها که از دوستا یک قسم دیزاین شده که لایتینگ هم داره، همون لایتینگ تاج که براتون گفتم در آپارتمان قبلی شما میبینید بسیار مقبول هم تو روشن میشه و بس خاموش میشه، زیباییش بیشتر ساخته. میرم طرف دهلیز و اتاقای دیگه که فراموشم نشه عزیزا که این آپارتمان 4 اتاق داره، آشپزخانه بسیار منظم داره که این قسمت طرف دست راست ما آشپزخانه است. درباره آشپزخانه صحبت میکنم، باز میرم طرف اتاقای بعدی. آشپزخانه رو براتون قسمی که میبینین در تصویر به 2 بخش تقسیم شده. این قسمت جایی است که اجاق گاز است، در خود سنگ میجه نصب شدگی آماده منظم و جای هواکش همونطور. این بخش کاملا جداست، الماری خود را هم داره، روکایش هم هست دوستای عزیز، رنگای بسیار مقبول آشپزخانه کار شده. و این طرف آشپزخانه که میاییم باز هممون الماری های زیبا مقبول، هم در قسمت پایین هم در این قسمت و بخش دستشوی اینجا می باشه. تو قسمت غذا رو آماده میکنین، اینجا میتونین که ظرفا رو بشوین و یا از آبش دوستایی که آبشون 24 ساعت می باشه کاملا. این هم جایی که از جای ماشین لباسشویی است عزیزای دل دیگه. این الماری ها رو براتون یک بار باز کنم که شما ببینید تمامش الماری های منظم به خاطر وسایل آشپزخانه است دیگه. واقعا آشپزخانهش من زیاد خوش اومد دوستان، چون هم متوسط است هم بزرگ برش گفتن داریم. این قسمت که عزیزا جای کودبند است به خاطر کسی که مثلا از بیرون میآید، چیز به خود خانواده است، چه مهمان از هر کسی که است، بالا پوش یا لباسی که روی لباسش میباشه میتونه اینجا نصب کنم و میتر برقش هم اینجا است که درباره برقش باز بعدا صحبت میکنیم و سیستم سکیوریتیش فعال میباشه. این هم است اتاق دوم. میرم طرف از این اتاق. ماشاءالله این اتاق هم دیگه نمیتونیم برش بگیم اتاق کوچک، اتاق متوسط است، نسبتا بزرگتر. 2 کلکین داره که یکیش کلان است یکیش کوچکتر است. پلیت مرکزگرمی هم در دهلیز هم در تمام اتاق دوستا وجود داره.
پارکت موکیت ترکی، دیکور و دیزاین بسیار مقبول به خاطر تلویزیون، الماریایش، همچنان قندیلایی که کار شده هم در دهلیز هم در اتاقا، هر کدامش دیکور دیزاین مقبول داره، متفاوت داره عزیزان. رنگی که من براتون گفتم این آپارتمان ها در کل رنگایشون 100% است. البته آپارتمانی که من براتون معرفی میکنم قابل شستشو همچنان میباشم. از دیکور دیگه دوستان من حقدر بگویم که همه شما خودتون در تصویر میبینید. این اتاق هم دیدین، اتاق هم میتونن دوستان به حیث اتاق خواب استفاده کنن یا نشیمن استفاده کنن. یک اتاق که منظم و متوسط و خوب است. بالوش اتاق سوم است دوستان عزیز که من میرم طرف اتاق سوم. این اتاق باز هم دوستان عزیز پارکت موکیت ترکی داره که تمام پارکت ها یک رنگ است، مچنگ داره با پارکت های اتاق قبلی. جای تلویزیون همچنان است، بسیار مقبول، زیبا دیکور شده، رنگ طلایی و سفید که اینو میبینید دوستان. شاید احساس کنید که سنگ باشه ولی سنگ نیست، تخته است، تخته های گلاس است، بسیار زیباست که آدم فکر میکنه که سنگ طبیعی است. اینجا جای وسایل زینتی است عزیزا که لایتینگ هم داره. باز هم الماری در اتاقم است، الماری لباس بسیار منظم، تمام لباس ها و پایینشون به خاطر بعضی وسایل دیگه. همچنان اینجا بازم پلیت مرکز گرمی است عزیزان، لایتینگ مقبول، دیکور و رامزکاری که در قسمت چت شده مقبول و کلکینی که به طرف بیرون است دوستان عزیز. این اتاق باز یک کلکین داره. دو اتاق قبلی که براتون معرفی کردم کلکیناش بیشتر بود، اینجا باز یک کلکین داره. کلکیناش تمامش پی وی سی میباشه دوستان، پی وی سی با کیفیت اصلی که از ورود صدا به داخل اتاق جلوگیری میکنن. دوستان عزیز طرف دهلیز میرم. اینجا همچنان قسمی که براتون گفتم دیکور خاص خود داره. یک کودبند یا همون جایی که لباس ها رو بهش میمانند در این قسمت است، یکی هم این قسمت است دوستان. از همون کودبند همون دیکور دیزاین الماری خود هم داره. قسمت هم که شما میتونین ببینین آینه است، آینه قدنما که زیبایی دهلیز بیشتر ساخته و سطح دهلیز که است آپارتمان قبلی تخته بود، این آپارتمان کاشی است، کاشی به رنگ سفید و رگای سیاه داره. قندیل بسیار مقبول در قسمت دهلیز کار شده. آشپزخانه را خوب براتون گفتم عزیزا و میمونم دستشویی که اینجا است یا تشناب حمام، شما میتونین در تصویر ببینینش با تمام وسایلی که داره و همچنان آب، شاور، دستشوی تمامش با کیفیت است دوستان عزیز. یک دل نزنین. یک اتاق دیگه مونده دربارش صحبت میکنم، بیننده برنامه باشید. طرف اتاق چهارم که این اتاق هم براتون معرفی کنم و دربارش صحبت داشته باشم. ماشاءالله نام خدای این اتاق هم یک اتاق بزرگ است که دیکور دیزاین شده، پارکت موکیت ترکی داره، همچنان پلیت مرکز گرمی که درباره سیستمش با صحبت میکنیم. کلکینی که در قسمت است، کلکینای پی وی سی، لایتینگ هایی که در قسمت چت است. همچنان الماری های بسیار مقبول و این الماری بزرگتر از دیگه الماری است دوستان. شما میبینید الماری سفید به دو طرف و یک الماری شیشه بسیار مقبول در قسمت وسطش است که باز هم امو سیستم فینگر را داره دوستان که خاموش میشه با دست و دوباره روشن میشه. از دل این اتاق که است میتونین اتاق خواب استفاده کنین ازش. دروازش هم که میبینید دوستان دروازه با کیفیت به رنگ سفید، قلفایش تمامش ساکت هایی که هست اینجا تمامش دیزاین های جدید است، بسیار مقبول. تشناب دوم یا دستشویی دوم در این اتاق می باشه دوستان که یک تشناب بزرگتر منظم با تمام وسایلش، بایلر، سیستم ها تمامش منظم اینجا هست دوستان. شما میتونین که در تصویر ببینین تمام وسایلش می باشه.
با کیفیت عالی، منظم. یعنی واقعا یک آپارتمان زیبا بود دوستا که خودم شخصا دیدم، شما هم در تصویر دیدین از دل و مطمئن هستم خوشتان آمده و منتظر از این هستین که موضوعات مهمی که درباره دو آپارتمانی که امروز معرفی کردم است باقی مانده را درباره‌اش معلومات بگیرین که کجا موقعیت داره، درباره اسنادش، قیمتش و سهولتش. بیننده برنامه باشین که موضوعات رو براتون ارائه کنیم. هموطنای عزیز، قسمی که بیننده برنامه ما بودین، دو تا آپارتمان بسیار زیاد مقبوله براتون معرفی کردم که البته یکیش 3 اتاقه بود و آپارتمان فعلا هستیم 4 اتاقه. فعلا مسئول این دو آپارتمان با ما هستن. سلام علیکم. سلام، خوب هستین شما؟ یک سلام به بیننده‌هایتان. تشکر. به خودتان سلامت باشین. یک معرفی داشته باشین. بازم انیل هستم، مسئول آپارتمان. بسیار خوب، خوشحال شدیم انیل جان. برای ما درباره اما آپارتمان اول معلومات بدین، درباره موقعیتش، منزل چندم بود، در کجا موقعیت داره؟ او آپارتمان 3 اتاقه در سرک 5 که گفتن هتل مارکوپولو، گفتن شقه هتل مارکوپولو. کو 3 اتاق، 2 تا اشناب، یک آشپزخانه، منزل 4، مرکز گرمی، فال، برق، مستقل، آب شیرین داره. موقعیت سرک 5 نخواهد. بسیار خوب. مساحتش چقدر است؟ مساحتش 130 متر مربع است. 3 اتاقه 130 متر مربع. بسیار خوب. یک موضوعی که بسیار مهمه باشه در رابطه با آپارتمان ها اسنادش است. میشه درباره اسنادش معلومات بدید؟ اسناد زمین قواله شرعی است دیگه، باز هر وقت ستیر انمون نشده میشه. بسیار خوب. و پارکینگش چگونه است؟ پارکینگ تکا پارکینگ است. یک موتر اجازه داره؟ بله، هر وقت اجازه یک موتر داره. بسیار عالی، بسیار عالی. و آپارتمانی که فعلا هستیم درباره این برام معلومات بدین. نام خدا هر دویش مقبول است، زیباتر است. این آپارتمان 4 اتاق از، منزل 2 است که این هم سرک 5 گفته میشه، کوچه هتل شمشاد. بسیار خوب. منزل 2 است، لفت سولری 24 ساعته و یک خوبی داره که برق سولری داره. بسیار عالی. 24 ساعت برق سولری داره. دیگه میتر مستقل، آب شیرین، مرکز گرمی، فال، لفت فال. منزل 2 نمای خوب، بیرو پارک از، یک بلاک است. دیگه 4 اتاق چیزی که میبینین نبینید میبینید. بله. و مساحت اینجا بیشتر است از اونجا که مساحت از 165 متر مربع. ماشاءالله ماشاءالله. ما که میبینم این دو آپارتمان دوستا در موقعیت بسیار خوب هستن، به بازار مکتب اینا نزدیک هستن. بله بله، این آپارتمان وی آی پی نمبر 3 نامش است، روبروش مکتب قمر است. بسیار خوب. دیگه کورس با پارک هم چیز نزدیک شد. بسیار عالی. و اسناد اینجا چگونه است؟ اسناد هم زمین قبول شرعی است و هر وقت استیران مناشته میشه. بسیار خوب. واقعا انیل جان هر دو آپارتمان زیبایی خود داشت که دیدیم، دوستانم خوششان آمد و من خوشم آمد. دوستان منتظر هستن قیمتاش رو بفهمن. بخیر دیگه بر من اول قیمت آپارتمان 3 اتاقه رو بگویید. برای شما که در سایت خود ما هم است، قیمت 3 اتاقه 60,000 است که باز ما به شما کم پایین میگیم دیگه. 57,000 با جور آمد. بسیار عالی. خدا در سایت خود ما 60,000 میگیم برای شما و برای بیننده‌هایتان 57 بازم با جور آمد. بسیار عالی. دوستان عزیزی که برنامه ما رو میبینن، با اسکرین شات برنامه ما یا یک ویدیوی کوتاه از برنامه ما که به شماره انیل جان که بخیر در اسکرین میبینینش مراجعه کنین، براتون تخفیف میدن که از 60,000 به 57,000. بله، باز 57 هم باز اونجا آمد میکنه. در سایت خود ما 60,000 است. بسیار خوب. این آپارتمان چند است قیمتش؟ این آپارتمان هم در سایت خود ما 69,000 است که فیلم هم خودتان هم شاید دیده باشین. دیگه به بیننده شما 64,000. بسیار خوب. 5,000 تخفیف. بله. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. خیر باشین. سلامت باشید. میشه بر ما بگین که بیننده عزیز ما از کدام آدرس میتونن با شما مراجعه کنن؟ دفتر ما سرک 4 پروژه تایمانی است، کوچه مکتب ملک سرای، خط مکتب، نشنال هاوس و شماره تماس ما است 0791 1866 15. واتساپ تماس همین شماره است. بسیار خوب. تشکر میکنم از شما. تشکر از شما. تشکر از والای ما از بیننده‌تان. سلامت باشید. تشکر میکنم. وطندارای عزیز، قسمی که گفتن دو آپارتمان بسیار مقبول با ویژگی‌هایی که داره، من مطمئن هستم خوشتان آمده. یکی 60,000 است و دیگه‌شون 69,000 که به خاطر چینل ما تخفیف قائل شدن. شما در برنامه بیننده بودین که گفتن تخفیف به خاطر بینندای ما هست. البته
حتما از این آپارتمان اگر خوشتان آمده میتونین به شماره مسئول آپارتمان انیل جان که در اسکرین است مراجعه کنین و همچنان درباره برنامه ما کامنت های زیبایتان منتظر هستم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین، با دوستایتان شریک بسازین. خداوند نگهدارتان.